میگه غیر منطقیه ما انگشتمون یه جا بزنیم بعد اون سیستم به ما پول بده. خب کلاهبرداریه دیگه. نه غیر منطقی نیست. همستر و نات کوین حالا تازه ترند شدن ولی کلا به این سیستم میگن ایردراپ و یک سیاسته. میخوای بدون داستانش چیه؟ ادامه ویدیو. اینو ببین، این یه ارز دیجیتالیه که من خودم درستش کردم. چقدر ازش دارم؟ تریلیاردها. ارزشی داره؟ نه، به خاطر اینکه نه کسی میشناستش، نه عرضه‌ای داره، نه تقاضایی داره، نه کسی میخره، نه کسی میفروشه. میام یه کاری میکنم، میگم ببین من که تریلیاردها دارم، میام 1 میلیاردشو میدم به مردم. اینم که در حال حاضر ارزشی نداره که. آهای ببینین، اگر شما بیاین دوستاتون رو دعوت بکنین به سیستم من، لینک بفرستین، زیر مجموعه بگیرین، اونا بیان مثلا توییتر منو فالو بکنن، اینستاگرام منو فالو بکنن، یوتیوب منو فالو بکنن، پست راجع به من بذارن، من مقداری این سکه بی ارزشمو میدم به شما. فعلا که خودش هم میگه ارزشی نداره. ولی وقتی که تعداد کاربرای این سیستم میره بالا، میره به صرافی صحبت میکنه، میگه من 80 میلیون کاربر دارم. لیستش میکنه صرافی، به خاطر اینکه تعداد کاربراش زیاده، به خاطر اینکه همه اونا میان تو اون صرافیه یا بخرن یا بفروشن. گرفتی شد؟ وقتی که لیست میشه تو صرافی و عرضه تقاضاش پیش میاد، قیمت برمیداره. در واقع این قیمتی نداشته، کمپانی هم به شما چیزی نمیده. پس تو این مدل ایردراپ ها خود کمپانی قرار نیست به شما چیزی بده، چیزی رو بهتون میده که خودش هم میگه ممکنه در آینده قیمت بگیره. شما با وایرال کردنش، اینستاگرام پست گذاشتنش، استوری گذاشتنش، یوتیوب و توییترشو فالو کردن و این رو بزرگش کردن و ارزش دادن به این، خودتون یک پولی رو